درس مجنون نبودم. با درود فراوان رسیدیم به آخرین درس سطح 1 دوره مقدماتی مجنون نبودم. خب یه سری توضیحات تو این درس میدم. ما در این درس تکرار 2 خط 2 نقطه رو داریم و 2 خط پایین حامل سل رو داریم و پایینش هم سکوت چنگه. توضیح دادیم تو درس یه گل سایه کمر. این کار به معنی این هستش که اون سول رو ما میتونیم بزنیم یا باید جاش سکوت چنگ رو لحاظ کنیم. پس مربوط به اون قسمت شعر نمیشه، یعنی جزو شعر حساب نمیشه اون نوت. تکرار 2 میزان رو داریم که خب 2 میزان قبلش رو باید تکرار کنیم. خب من درس رو شروع میکنم به ریتم خوانی. فا سول 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 ره دو ره سی دو دو ره دو ره سی دو لا دو سی دو لا سی سول. 2 خط 2 نقطه داریم، باید برگردیم از اول که تو زدن رعایت میکنیم. اینجا نیازی نیست. سول ره دو سی دو سی، تکرار 2 میزان و ره دو. ببینید من تو بار اول گفتم سل، بار دوم گفتم سکوت چنگ که بدونین اجراش فرقی نمیکنه، چه بگین سل ره دو چه بگین و ره دو. اوکی، پس سل ره دو سی دو سی، تکرار 2 میزان سل ره دو سی دو سی سل ره دو سی دو لا سل دو سی لا سی لا سل. درس مجنون نبودن با توجه به سرعت ریتم خونی میریم درس رو میزنیم.